بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. توحید در توکل هست. یکی از عبادات قلبی توکل است و توکل، بسم الله الرحمن الرحیم، توکل در لغت به معنای اعتماد قلبی هست و در اصطلاح عبادات قلبی توکل چی هست؟ میگه هو الثقة بالله والاعتماد علیه والاستعانة به مع الاخذ بالاسباب. میگه توکل این است که انسان قلباً بسیار موثق باشه به الله و به الله اعتماد داشته باشه و از الله کمک بخواه. این مسائل در قلبش است که من بسیار بالای الله اعتماد دارم و بسیار ثقه و موثق هستم که یعنی الله متعال واقعا ذات است که امرای بنده خود کمک میکنه. به اون توکل قلبی دارم که در هر چیز به من کمک میکنه و مرا از بلاها نجات میده، از مصیبت ها نجات میده و در مقابل از بر من رزق و روزی و صحت و عافیت و حفظ کلی چیزها را الله بر من میده. مع الاخذ بالاسباب یعنی تو نیست که وقتی توکل به الله داشتی باز اسباب دنیایی رو نگیری. نه، میگه توکل این است که قلباً به الله توکل داشته باشی و در عالم اسباب از اسباب الهی که برای ما خلق کرده استفاده بکنیم. پس اینه چی میگن که یعنی توکل قلبی و گرفتن اسباب ظاهری، یعنی با دست کار میکنی و با قلب توکل میشه. این عبادت قلبی مربوط قلب است، مربوط دست نیست که یک نفر غذا پیشش گذاشته شده باشه بگه والا من توکل دارم من این غذا را نمیخورم. خب از دست نه، من از دست استفاده نمیکنم، همین غذا خودش دادان و این قسمی نمیشه. پس الله بر ما دست داده، از دست خود استفاده میکنیم، در زمین کار میکنیم، گندم میکریم و به الله توکل میکنیم. پیش دکتر میریم دوا میگیریم، در عالم اسباب توکل به الله میکنیم، میگیم این از سبب است این دوا، لکن مسبب الاسباب و شفا دهنده اصلی الله است. به این شکل این توکل می باشه. دلیلش از قرآن عظیم الشان چی هست؟ الله متعال میگه که و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنان چی کنن؟ به الله توکل بکنن. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در تهجد میخیز باز میگه اللهم لک اسلمت، یا الله بر تو اسلام آوردیم و بک آمنت و به تو ایمان آوردیم و علیک توکلت، و یا الله بر تو توکل میکنم. علمای اسلام چی میگن؟ امام سمعانی میگه که التوکل هو الاعتماد علی الله و الثقة به. اعتماد به الله به امرای موثق بودن که خوب اما تو موثق باشی که الله سبحانه و تعالی حفظ کننده تو هست، روزی دهنده تو هست، شفا دهنده تو هست، نگهدارنده تو هست. این کل صفات موثق باشی و به الله توکل بکنی. امام رازی رحمه الله میگه التوکل هو ان یراعی الانسان الاسباب الظاهره. میگه توکل هو است که انسان اسباب ظاهری مراعات میکنه، کار میکنه، زحمت میکشد، دستش باش نه این چیز، ولکن لا يعول بقلبه علیها. لکن به این اسبابی که کار میکنه بالای ازی اعتماد نمیکنه که اگر من مثلا این زمین درو میکنم این رزق من دیگه، بلکه توکل به الله میکنه که الله برش آب میفرسته، الله اینه مثلا نما میده، الله اینه رزق ما میگردنه. پس با اسباب دنیایی استفاده میکنی لکن بالای اسباب دنیایی توکل نمیکنی، توکل قلبی به الله میکنی. بل یعول علی عصمت الحق، بلکه توکل و اصل به الله متعال میشه. ابن جزی غرناطی رحمه الله که از علمای در 741 وفات کرده، از علمای قرن هشتم است، میگن التوکل هو الاعتماد علی الله. توکل چی است؟ که اعتماد به الله داشته باشی فی تحصیل المنافع، در حاصل شدن منفعت ها بر ما، صحت، عافیت، رزق، روزی، جنت، نعمت های دنیایی، نعمت های آخری. تحصیل از این کلش توکل بالای کی میکنی؟ برای الله میکنی. او حفظها بعد حصولها، بعد از اینکه نعمت ها برات داده شد، صحت، عافیت، زندگی، غذا، خوراک، مال، کل چیز، پس باز حفظ توکل میکنی. حفظ از اینم کی میکنه؟ اول در حصولش توکل میکنی، باز کی رو حفظ میکنه؟ الله چی میکنی. پس توکل میکنی الله بر ما اولاد میده، توکل میکنی به الله قلبا که الله ای اولاد مرا حفظ میکنی. و فی دفع المضرات، در سوم ای که الله هست، به الله توکل میکنم که ضررها را از من دور میکنه.
بعد وقوعها، بعد از اینکه ضررها به ما واقع شده است. و هو من اعلی المقامات، میگه ای از عالی ترین مقامات است. چرا از عالی ترین مقامات است؟ به خاطر از اینکه الله متوکلین دوست داره و متوکلین تضمین کرده الله متعال و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میگه هر کس که به الله توکل بکنه الله برش کافی هست. از این خاطر این از بزرگترین مقامات است. علامه جرجانی رحمه الله چی میگه؟ میگه توکل موفق بودن به آنچه نزد الله است و یا مایوس بودن از آنچه در دست مردم است. توکل به این اصل توکل چی است؟ آنچه در نزد الله است به این موثق باشی که الله برات میتونه، و آنچه در دست مخلوقات است از این مایوس باشی که مخلوقات هیچ چیزی کردن نمیتونه. یک نقطه مهم چی است که فرق بین توکل و تواکل هست. تواکل چی فرق است؟ توکلی هست که قلبا به الله اعتماد میکنی و ثقه داری لکن با دست کار میکنی. و تواکلی است که انسان در عالم اسباب کار نمیکنه، قرار خو میکنه و میگه من توکل هستم. این باز توکل نیست، این تواکل میگه. امام ترمذی میگه که قال رجل یا رسول الله، میگه یک شخص گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعقلها و اتوکل او اطلقها و اتوکل. گفت همین شطور خدا من بسته کنم بعد از توکل به الله بکنم یا علاج به تمام توکل بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عقلها بستهش کو در عالم اسباب، شطور تا پایشه بسته کو در اینجا و توکل به الله بکو که الله او را حفظ میکنه. و اینال عمر رضی الله عنه یک تعداد اشخاص دید که از یمن آمده بودن و به همراه خود مصارف حج نآورده بودن، از مردم گدایی میکردن. عمر رضی الله عنه برشان گفت که شما چرا آمدین بدون مصارف؟ گفت که ما متوکلون هستیم، متوکل هستیم. عمر رضی الله شما گفت متوکلون نیستیم، شما متواکل هستیم. بناهن توکل عبادت است و توکل این عبادت نیست و این فهم غلط اسلام هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.